خلاصه اومدم جوانای امروزه از جوانای دوره پیش با پرگی فرق میکرد. من اهمیت دادم شاه و عروسای امروزه ده. شاه و عروسای پیش چه بودن؟ لاتاری مردکا دامادای پیش دتگی چادر بازی میکرد. تو عروس خانه نمی آوردن، سیمای عروس نمیدیدن. برای که کلنه اوچه ها انتخاب میکردن. لاتاری داماد دتگی چادر وقتی که عروس می آوردن میگفتن درا بچه‌ام کلنه آورده مکنون. بعد دامادای پیش سراسیمه نشده اول طهارت کرده 20 بار سوره اخلاص خوانده. بعد تاگی چادر می درآمدن بر روی مال عروس بالا میکردن در نصیبه سفید میغلطید یا سیاه. اون چه مکیاژ نبود که یا خراب یا فربه تقدیر نصیبه گفتم می اومدن. حاضر جوانو من حیران باور که نیاز به پدر و مادرم ندارن خودشون انتخاب میکنن. خواستگار برام میزنن شاتک در خونه سلام علیکم شیرین آمد. تلقای دختردار میکف این سود باشه پروکورور باشد انداز باشه یا پشکا پولا میپرتوین 50 یا 20 رنگ یکت باری تیار کنین یا هفته پس میگیرم میرم. خود میگه یک قاب کارتوشکا میگیرم میرود. یک کارت برای قدر و قیمت دخترای تاجیکستان میزنیم ما.